درود بر شما، آرشاویر شریفیان هستم. اومدم با موضوع یکی از شاهان ساسانی که اسم شاهپور ذوالاکتافه و داستان زندگیشو از اول تا آخر براتون توضیح میدم. پدرش هرمز شاه ایران بوده که داشته پادشاهی میکرده، میخواسته در اون زمان بوده که ارمنستان از ایران جدا میشه و میشه یه پل ارتباطی که نه همسایه بودن ولی خیلی سرش بحث بوده و بین ایران و روم بوده. این کشور ارمنستان اولین کشور مسیحی در جهان بوده که به دین مسیحیت روی میارن و به عنوان اولین کشور مسیحی تو جهان شناخته میشه و این یه خبر بد برای ایران بوده. چرا؟ چون که اونا میخواستن مذهب زرتشت رو ترویج کنن و پخش کنن ولی اونا مسیحی شده بودن و کم کم داشت این مسیحیت تو روم هم رایج میشد. به خاطر همینه که کمی شاپور ناراحت میشه از این قضیه و نه ببخشید هرمز ناراحت میشه از این قضیه. هرمز که به آخر عمرش میرسه فوت میکنه و پسرش آذرنرسی به پادشاهی میرسه ولی آذرنرسی 40 روز بیشتر از پادشاهیش نمیگذره که به قتل میرسه توسط درباریان و کشور دچار هرج و مرج میشه. میشینن علما و فکر میکنن که کی پادشاه بشه و میبینن که همسر هرمز حامله است و یه بچه داره. به خاطر همین صبر میکنن تا به دنیا بیاد و اگه پسر شد اونو پادشاه. به خاطر همین اون فرزند به دنیا میاد، پسر هست و اسمش هم میذارن شاپور و چون شاپور دوم بوده میگفتن شاپور دوم. اون که به شاهی میرسه 1 روزش بوده و خیلی برای یک کشور به این وسیع خیلی عجیب بوده که پادشاهش یک نوزاد 1 روز است. به خاطر همین کم کم بزرگش میکنن و از 7-8 سالگی تحت تمرینای سخت تیراندازی، اسب سواری و جنگ افزاری و سیاسی قرار میگیره تا یه پسر ورزیده بشه. حدود 15-16 سالگی یک جنگ افزار واقعا نیرومند، قوی و واقعا شاه مقتدریه، اما همسایه اونو به عنوان یه پسر بچه نگاه میکنن و جدیش نمیگیرن. اون ابتدا اعراب در جنوب قدرت میگیرن و تصمیم میگیرن که حمله کنن به قبیله‌های مختلف ایران و این خیلی شاپور رو اذیت میگن، چرا که عربا افرادی وحشی بودن که دست به قتل و غارت میزنن. اون تصمیم میگیره که با لشکری حمله کنه به جنوب خلیج فارس. ابتدا اعراب اون منطقه رو شکست میده، بعدش میگه که تا اینجا راه اومدیم بیشتر هم پیش بریم. میره تو قسمت های عمان، اعراب عمان هم شکست میده و اونجا یه ساتراپی درست میکنه که هنوزم هست، بازسازی کردن و تو عمان قرار داره که برای اولین بار حکومت شاپور دوم اولین حکومتی بوده که دور تا دور خلیج فارس در سلطش بوده که تا عمان امروزی هم پیش رفته بوده. بعد از اینکه اعرابو شکست میده خیلی هاشونو به عنوان شکنجه کتفاشونو سوراخ میکرده، به خاطر همین به لقب شاپور ذوالاکتاف هم معروفه. بعد از اون میره سراغ رومی ها. اون که از جدا شدن ارمنستان خیلی ناراحت بود، لشکر کشی میکنه و ارمنستان رو به راحتی میگیره. از این جهت روم حمله میکنه به ایران، میاد تا تیسفون که پایتخت ایران رو بگیره که ناگهان شاپور غافلگیرش میکنه، دور تا دورش رو محاصره میکنه
و جنگ شروع میشه و میتونه رومی ها رو شکست بده و امپراتورشون هم بکشه. به اسارا نمیگیرن، همونجا میمیره چون محاصره شده بودن و این. رومی ها رو هم شکست میده و ارمنستان رو به قلمرو ایران اضافه میکنه. اقدامات شاپور دوم خیلی زیاد بوده. او که بعد از این کارا همسایه‌هاشون رو به عنوان شاهی مقتدر تصور میکردن و خیلی بین مردم محبوب میشه. او در صدر شاهان ایران به عنوان بیشترین پادشاهی بر ایران رو داره با 70 سال پادشاهی بر ایران که خیلی زیاده، از یک روزگی تا 70 سالگی. و او به عنوان یکی از بهترین شاهان تاریخ ایران شناخته میشه که ایرانو یکی از دوران اوج خودش میرسونه و جزء بهترین شاهان ساسانی هم هست. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.